این داستان بقال و طوطی. روزی بود و روزگاری، بقالی بود که یک طوطی داشت. این طوطی علاوه بر این که خیلی زیبا و خوش صدا بود، خیلی هم باهوش بود و چون مدتی در دکان بقالی مانده بود، مشتری های دکان را می شناخت و با آنها سلام علیک می کرد. مرد بقال هم گاهی که کاری داشت، طوطی را با بندی که بر پایش بود روی پیشخوان دکان می‌گذاشت و خودش به خانه می‌رفت و برمیگشت. و طوطی که می‌دانست وقتی صاحبش در دکان نیست، هیچ کس نباید چیزی از دکان ببرد، وقتی کسی سر می‌رسید می‌گفت سلام، صبر کنید بقال حالا برمیگردد. تا اینکه روزی اتفاقی افتاد و یک گربه غریبه وارد دکان شد و چون صدای یک موش را شنید به طرف موش حمله برد و طوطی که هرگز حمله گربه را ندیده بود از ترس جان خودش از روی پیشخوان پرید که به کنج دکان فرار کند که بند پایش به یک شیشه بزرگ روغن بادام گیر کرد و شیشه افتاد و روغنها ریخت. طوطی هم رفت روی قفسه نشست و گربه هم از صدای پر و بال زدن طوطی ترسید و فرار کرد. وقتی مرد بقال از خانه بازگشت، اول چیزی متوجه نشد. رفت سر جایش نشست و بعد نگاه کرد و دید شیشه روغن بادام شکسته و پر و پای طوطی چرب شده. فهمید که طوطی شیشه روغن را انداخته. این بود که اوقاتش تلخ شد و طوطی را گرفت و به او دشنام داد. به او گفت مرغ بد صدای بد ترکیب، کارت به جایی رسیده که شیشه روغن را بشکنی، حالا حقت را بگیر. و با چوبی که دم دستش بود به سر طوطی زد و او را پرت کرد گوشه دکان. سر طوطی از ضرب چوب شکست و پوست سرش کنده شد و بعد از ساعتی بقال از زدن طوطی پشیمان شد. ولی طوطی که خود را بیگناه می دانست و فحش شنیده بود و کتک خورده بود، یک کلمه حرف نزد. بقال سر طوطی را پاک کرد و دارو مالید. ولی بعد از اینکه زخم سر طوطی خوب شد و پوست نو آورد، همانطور سرش تاس ماند و خودش هم ساکت ماند و حرف نمی زد. هرچه آشنایان بقال می آمدند و می رفتند و حرف می زدند و می خواستند گفتگوی طوطی را بشنوند، فایده نداشت. بقال هم که به طوطی سخنگو دل بسته بود و او را مایه سرگرمی خود و رونق دکان خود می دانست، از کتکی که به طوطی زده بود خیلی پشیمان بود. اما طوطی هم از لجی که داشت سکوت خود را نمی شکست. دوست و آشنا از مرد بقال احوال طوطی را می پرسیدند که چرا حرف نمی زند و سرش چه شده است. بقال هم جواب می داد آمدم دیدم طوطی شیشه را شکسته و روغنها را ریخته. من هم عصبانی شدم و چوبی به فرق سرش زدم و اینطور شد. حالا هم سرش تاس شده هم زبانش بند آمده. مدتی گذشت و طوطی حرف نمی زد و از بس بقال داستان شکستن شیشه و ریختن روغن را به مردم گفته بود و تاس شدن سر طوطی را شرح داده بود، خود طوطی هم یاد گرفته بود که چون شیشه را شکسته و روغنها را ریخته و کتک خورده سرش تاس شده است. بقال برای اینکه طوطی را دوباره به حرف بیاورد، مخصوصاً با مشتریها بیشتر صحبت می‌کرد و از طوطی و صدای او و حرف زدن او قصه ها تعریف می‌کرد. ولی هر قدر به او محبت می‌کرد و نوازش می‌کرد، نتیجه نمی‌بخشید و طوطی می‌دانست که شیشه را شکسته و روغنها را ریخته و کتک خورده و سرش تاس شده و بهتر است که ساکت باشد.
تا اینکه چند نفر از آشناها و همسایه های بقال در دکان جمع شده بودند و از هر دری سخنی می گفتند. و یکی از کسانی که آنجا آمده بود سرش تاس بود و هیچ مویی نداشت. وقتی که این مرد رفت یکی از حاضران گفت من او را می شناسم. تا چند سال پیش سرش زلف و کاکل داشت، اما نمیدانم چرا موهایش ریخته و سرش تاس شده. در این وقت ناگهان طوطی به سخن آمد و گفت من میدانم، شیشه را شکسته و روغن را ریخته، کتک خورده و سرش تاس شده است. و کسانی که آنجا بودند همه از شنیدن این حرف خندیدند، چون دیدند که طوطی از بس در فکر سر خودش است، سر مردم را هم با سر خودش مقایسه می کند. بقال از حرف زدن طوطی خوشحال شد و گفت این حرف طوطی درس خوبی هم به ما می دهد. ما هم گاهی در کارها قیاس به نفس می کنیم. مثلا یکی کار بدی کرده و گرفتار شده، بعد خیال می کند هر کس گرفتار است گناهی دارد. یا برعکس، یکی بیگناه گرفتار شده، تصور می کند هر که گرفتار است بیگناه است، در حالی که کار هر کسی را با هر کسی قیاس نتوان کرد.